برای اولین بار در 68 سال اخیر سروزیر آلبانیا با سفری رسمی به پایتخت سربیا شهر بلگراد وارد شد. در نشستی مطبوعاتی ایدی رما از مقامات سرب دعوت کرد که استقلال کوسوو را اعتراف کنند. سروزیر سربیا الکساندر ووچیچ این پیشنهاد را اغوا عنوان داد. این سفر میبایست در آخر ماه اکتبر برگزار شود، ولی بعد خشونت در ورزشگاه بلگراد اثنای قوازمایی دسته‌های فوتبال دو کشور زیارت سروزیر آلبانیا به تأخیر گذاشته شد. در نتیجه ترکیش در کنار دانشگاه کابل کمش 3 نفر جراحت برداشتند. عموماً بر اثر چندین انفجار در گوشه‌های مختلف افغانستان روز دوشنبه کمش 10 افسر پلیس و 1 فرد ملکی کشته شدند. با نزدیک شوی خروج سربازان بین المللی از افغانستان حمله های طالبان افزایش یافتند. نیروهای جنگی ممالک غربی تا آخر سال 2014 از افغانستان بیرون خواهند شد. در اوکراین برخوردهای شدید مسلحانه به قید گرفته شدند. 8 نوامبر در نزدیکی‌های دهه ولنواخه واقع در 60 کیلومتری جنوب دونتسک نیروهای جانبدار دولت مورد آتش جدایی‌خواهان قرار گرفتند. سربازان دولتی موقع‌های جدایی‌خواهان را موشکباران نموده آتش آنها را محو کردند. همچنان برخوردهای شدید در خود دونتسک جای داشته. طبق گزارش‌ها یک کاروان نظامی با سلاح وزنین موقع جدایی‌خواهان را تحکیم بخشیده است. هنگام زیارت از قزاقستان وزیر کارهای خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفت وضعیت در اوکراین از نو جدی شده است. شتاینمایر در کتابخانه ملی قزاقستان در شهر آستانه یک نمایشگاه عکس‌ها بخشیده به 25 سالگی فروپاشی دیوار برلین را افتتاح نمود. وزیر کارهای خارجه آلمان قزاقستان را پل در میان اروپا و آسیا نامید. 9 نوامبر هزارها نفر اعتراضگر به کوچه‌های پایتخت آذربایجان شهر باکو برآمده تقاضا کردند که ریاست جمهوری 11 ساله پرزیدنت این کشور ایلهام علیف به پایان رسد. پلیس نیروی برق بلندگویک‌های اعتراضگران را قطع کرد.